165مین محفل علمی ادبی گنج سخن در سال خوانش نو در رئاستی دانشگاه دولتی خوجند گذرانده شد. راهبر محفل سیدمونا سیدوف محفل را آغاز نموده اشاره کرد که محفل نوبتی برای رودکی استقبال روز زبان تاجیکی و با فعالیت علمی و آموزگاری دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور مطلوبه میرزا یونس بخشیده شده است. نایب رکتور اوید به کارهای علمی و اینواسیون خیرالله صبوروف در موضوع استاد رودکی و شهرت جهانی زبان تاجیکی سخنرانی کرده از مقام استاد رودکی در نگاهداشت زبان تاجیکی حرف زد. سپس ساربان عزیزوف از نوگانی‌های علمی و ادبی که در یک ماه اخیر روی چاپ آمدند معروضه نموده تخمین 20 ادبیات‌های تازه نشر را به اشتراکچیان شناس نمود. در ادامه محفل ادبیات شناس و شاعر صاحب نظر نورعلی نورزاد در موضوع بانوان سخنور در آیین پژوهشی مطلوبه میرزا یونس اوید به یک بخش بزرگ تحقیقات دانشمند سخن کرد. سلسله خوبان پارسیگوی را از بهترین تحقیقات در شناخت حیات و فعالیت بانوان سخنور قلمرو فارسی زبانان محسوب دانست. تحت موضوع سمت‌های اساسی فعالیت علمی پروفسور مطلوبه میرزا یونس معروضه علمی شریف جان تاجیبایف شنیده شد. نام برده در مورد فعالیت علمی موضوع و محتوای آثار و سمت‌های اساسی فعالیت سبک و اسلوب نگارش مطلوبه میرزا یونس ابراز نظر نمود. معلومه از شمار آن نفر علمانی هستند که قریب در تمام ساحه‌های ادب پژوهی فعالیت خود را به راه ماندند، هم تاریخ ادبیات، هم نظریه ادبیات، هم سبک شناسی، هم متن شناسی، ترجمه شناسی و مانند این مسائل را فرا گرفتند که با دیدی فراخ، با نظری نو و با یک صلاحیت شایسته آنها را حل و بررسی کردند و این محفل، این سخنرانی ها یک نوع ارجگذاری به خدمت‌های ارزشمند معلمه هست و خوب است که در زمان ما مهنت علمان، مهنت اهل ضیا و مهنت آنهایی که فعالیت ذهنی دارند قدر می شود و این محفل نمونه بارز این قدردانی بود. مطلوبه میرزا یونس ادبیات شناس و محقق شناخته ادبیات تاجیک و روس در تحقیق مسائل‌های گوناگون ادبیات شناسی خدمت‌های ارزشمند به انجام رسانیده، مؤلف ده‌ها کتاب و زیاده از 300 مقاله‌های علمی و عمومی میباشد. مطلوبه میرزا یونس همزمان ده‌ها شاگردان را تربیت کرده، آنها را در تحقیق و آموزش سمت‌های گوناگون ادبیات شناسی راهنمایی کرده است. مطلوبه میرزا یونس از جمله آن شخصیت‌هایی هستند که در علم ادبیات شناسی تاجیک با میراث پربار علمیشان شهرت خاصه دارند. از ایشان بیش از 300 اثر و مقاله ها باقی مانده است و ایشان همچنین خب یک نفری هستند که در حوزه علمی خوجند مکتبی خاصه و قوی علمی خود دارند که در این مکتب بیش از 20 نفر عنوانجویان و محققای جوان و دفاع رساله‌ای نامزدی خودشان توفیق یافتند. من فکر میکنم که این خدمت خیلی بزرگ برای علم ادبیات شناسی تاجیک میباشد. یادآور میشیم که محفل علمی ادبی گنج سخن از سال 2004 تا امروز فعالیت نموده مسائل مهم ادبیات شناسی را بررسی میکند. اسفندیار حیتوف، باباجان علیموف، رحمان علی خالمرادوف، فروغ.